سلام بچه خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو پانیسا و سیاوش با هم رقابت کنم ببینیم کدومشون استخرشون بهتر میشه. تو کامنت ها بگید. بچه من داورم ولی خب تو کامنت ها نظر خودتون رو بگید. خب بچه تا الان پانیسا در حال کار و شخم اگر اصلا محصول نمیده به من چه داره سوراخ میکنه زمینو. بریم به سیاوشم سر بزنیم. سیاوشم داره سعی میکنه زمینشو بده. بچه تا الان سیاوش ای وای مردم. بچه تا الان بریم یه به سیاوش سر بزنیم. افتادم مردم نوب شدم ازر. ببین سیاوش تا الان این همه ساخته شطرنجی. دوتاشون فکر کنم دارن شطرنجی میسازن. بریم پانیسا هم سر بزنیم. دسته بیل. خب ادامه بده به کارت. حواست باشه مهندسیش به هم نخوره. پانیسا تا الان سیاوش این همه ساخته. به نظرم قشنگ بشه کارش. بریم پانیسا هم سر بزنیم. کجایی؟ اون بر پانیسا هم داره زمینشو میسازه. ببینید هنوز شطرنجیش داره میسازه. بچه تا الان پانیسا این همه ساخته داره دوره استخر میزنه. بریم سیاوش سر بزنیم. داره آب میذاره. شیشه واسه چیه؟ به بچه ها بگو آب بفهمه. این یک تکنیکه برای خود روش منه. حالا به چیز من نه این آب راحت ببین مثلا بعضی نوعی ایده کجه ها خب بریم میزارم تا بشه آبو میاره بالا. چی داری میسازی اون بر؟ دستشویی سرویس بهداشتی مثل آدم حرف بزن بچه. خب حالا این هم سیاوشه. ببینید اینجا دراز میکشن استخرشه. غذا میخرن اینجا دستشویه. چیه؟ سرویسه توالته. توالت ایرانی نه خارج. هم ایرانی میذارن هم خارج. داداش بچه خب تا الان ما این هم سیاوش ساخته داره دستشویی میکنه. دستشویی یکشو نشون بدم ندیدی شلنگ اینجا توالت مثلا. ما استخ سوراخ شده اومده تو دستشویی. بچه ها پانیسای تخته پرش هم ساخته بود. یادم نفیشونتون بدم. ببینید اینجا از بیپری پانیسا هم داره دستشویی میسازه. دستشویش